لالا جان بله. نام چی است؟ نفیدت. نام آقا جانت؟ آدرس خون. نام بابت؟ شدگل. بابا کلانت؟ فیزگل. چند سال هستی؟ 4 ساله. از کجا هستی؟ اشتوستا. بنده کیستی؟ بنده خدا. امت کی هستی؟ امت است لالا. در مذهب کی هستی؟ در امام آیا. در دین کی هستی؟ لو. دروغ گفتن چی داره؟ گناه داره. نان نخورده چی میگی؟ چکن. کوکا را دیدی چی میگی؟ های سلام. هر کی صدا که چی میگی؟ بله. در غسل چند فرض است؟ 3 در فرد. طهارت چند فرض است؟ 4 فرد. نماز دیگر چند رکعت است؟ دیگه 4 فرد. در تیمم چند فرض است؟ 4 فرد. در تیمم چند فرض است؟ 3 فرد. بینی اسلام چند است؟ 5. اول، اول کلمه. دوم، دوم نمو. سوم، چهارم دویزه. چهارم، چهارم زکات. پنجم. پنجم از خانه کعبه. 4 خلیفه اسلام نام بگی. حضرت عثمان. هم، حضرت ابوبکر. هم، حضرت عمر. هم. حضرت علی. پدر حضرت محمد چی نام داشت؟ عبدالله. پدر کلانش، مادرش. مادرش، مادرش بیبیان. دامادش، دامادش. حضرت علی. نواسش، نوشش. امام حسین. خانمش. خانمش. ها، عایشه صدیقه. حضرت محمد از کدام قبیله بود؟ قبیله قریش. اولین سوره که به حضرت محمد نازل شد کدام سوره بود؟ سوره اقرا. نزول قرآن کریم در کجا بود؟ دا غور ایران. بزرگترین گناه به نزد خداوند چی است؟ چیزکش. اولین زنی که در روی خدا شهید شد کی بود؟ اولین زنی که در روی خدا شهید شد کی بود؟ سمیه. سمیه کی بود؟ سمیه. یه نایزتی. راشد. زود بگو زنی حضرت یاسر. با چند کتاب ایمان داری؟ با کدام 4 کتاب؟ کاسش. هم، انجیل. هم، زبور. هم. تورات. تورات. قرآن شریف به کی نازل شد؟ کاسش. بزرگ مقام. تورات به کی نازل شد؟ تورات حضرت موسی. انجیل به کی نازل شد؟ انجیل حضرت عیسی. زبور به کی نازل شد؟ زبور حضرت داود. آفرین. با خدا چی داری؟ ایمان. با پیغمبرش؟ ایمان. با قرآن شریف؟ ایمان. بلند بلند بگو. با روز آخرت؟ ایمان. ایمان یعنی چی؟ یعنی باور کردن. یعنی باور کردن. طلب علم بر زن مرد مسلمان چی است؟ فرض است. آفرین. هر کس کلمه نخونه چی میشه؟ کافی. بخون کلمه تا. لا. لغت. ایلا لغو. لغتو. رسول الله. بخون دعا تا. لقمه. هزینه. اینار نور. بخون شعر تا. هست که مطب رفت. خدا میشود. هم، چشمه. هم. هست که عالم میشود. آفرین. میخوای در آینده چی شوی؟ ای جمهور. افغانستان چند ولایت داره؟ 34 ولایت. 34 ولایت. داود خان در کدام سال به قدرت رسید؟